سلام به شما دوستان عزیزم. آرزو میکنم هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه. من امیررضا هستم. به دانستانی ها خیلی خوش اومدین. آتشفشان کراکاتوآ در کشور اندونزی واقع شده. این آتشفشان در تنگه سوندا بین جزیره سوماترا و جاوه قرار داره. معروفترین فوران در سال 1883 رخ داد که یکی از مرگبارترین و مخربترین فوران‌های تاریخ بود. اما جالبه که بدونیم بلندترین صدای ضبط شده فوران همین آتشفشان بود. این صدا تا فاصله 4800 کیلومتری شنیده شد، یعنی تقریباً از تهران تا پکن. طول تقریبی رگ‌های بدن انسان بالغ بر 100,000 کیلومتره. این رگ‌ها شامل سرخ رگ‌ها، شریان‌ها، سیاه رگ‌ها، موی رگ‌هاست. اگر همه این رگ‌ها رو دور یک خط صاف بچینیم میتونن دور زمین رو بیش از 2 بار بگردن. یا خدای من. خرچنگ‌های نارگیل. آره درست شنیدیم. بزرگترین خرچنگ‌هایی که تو خشکی زندگی میکنن. اونا حتی میتونن نارگیل رو بشکونن. خدا نصیب هیچکی نکنه. مانگرو. چه اسم قشنگی داره. ماهی که از درخت بالا میره. اون از ریشه‌های درخت بالا میره و تا به شاخ و برگ‌های درخت میرسه. جالب اینجاست حتی میتونه چند ساعت بیرون از آب زنده بمونه. دمت گرم مانگرو.